و بزرگواران، یک کلیپ را من دیدم از بیت المقدس، از مردم اهل غزه. یک طفل در غزه پدرش در حال شهید شدن هست. یک طفل در کنار پدر حدود 7 ساله و 5 ساله شاید باشد، نشسته است میگوید بابا جان اگر کسی در غزه و بیت المقدس بمیرد آیا شهید هست؟ پدرش میگوید بله فرزندم شهید هست. میگوید بابا جان من دوست ندارم حالا شهید شوم تا زمانی که ببینم بیت المقدس از چنگان آن ظالمین نجات پیدا کرده و سربازان اسلام و حماسیون در داخلش هست، آنگاه شهید شوم آرزوی من پوره می شود. پس ما و شما هم مؤمن هستیم، پس ما و شما هم مسلمان هستیم. کل مسلمون اخوه، همه مسلمانان با هم برادر یکدیگر هستند. کوشش کنیم که در حق برادران خود دعای خیر بنماییم و الله سبحانه و تعالی آن قدس عراق را، آن غزه مظلوم را از دست آن اسرائیل بالدین نابود و از دست آنها نجات بدهد تا که سربازان اسلام در آنجا حکومت اسلامی برپا بنماید. عزیزان و بزرگواران، به این تشویش نباشید. الله جل جلاله غفور رحیم هست. الله جل جلاله حکمت دارد. الله جل جلاله حافظ و ناصر هست. روزی را سراغ دارد که این آرزو در هر قلب هر مؤمن هست، آرزو دارد که بشنود که غزه مظلوم از دستان آن کفار و لعین و منافقین آزاد شده و در دست مسلمین هست. این روز می آید، چنانچه که الله به این فکر نباشید که مسلمانان اهل غزه کم هست و نمیتواند جنگ کرده و چیکار. الله جل جلاله با مسلمین هست. الله جل جلاله با دوستان خود هست. الله جل جلاله حافظ و ناصر هست. الله جل جلاله اگر بخواهد میتواند ظرف 1 ثانیه تمام اسرائیل بالدین را نابود بگرداند. موضعی که در مکه مکرمه و در مدینه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم سربازانشان 1000 نفر بودند یا بیشتر یا کمتر، 950 تا 50 تا کم 1000 نفر که جنگ بود با کفار. همانجا جنگ بودند که تعداد کفار حدوداً 5000 نفر بود. آنها استاد بودن، باز هم با همان کافر و منافقین جنگ میکردن و الله جل جلاله حافظ و ناصر است. الله جل جلاله از آنها حمایت کرد. 5000 ملائک با مندیلای سبز، با مندیلای زرد و سفید فرستاد از آسمان تا که ضد آن کفار منافقین را از بین بردن. پس ما و شما هم آرزو داریم چنان روزی را در غزه ببینیم و آرزو داریم چنان روزی را که غزه مظلوم از دستان آن کفار لعین و منافقین آزاد بگردد. الله جل جلاله تمام یتیمان و بیوه‌زنان را از این خواری نجات بدهد و الله جل جلاله ما و شما را توفیق بدهد که در حق غزه مظلوم خود دعای خیر بنماییم. الله جل جلاله ما و شما را حفظ کند. کوشش کنیم که ما و شما عبادت خود را برپای داریم. کوشش کنیم که ما و شما همیشه در ذکر الله سبحانه و تعالی باشیم، که دعای خود دست خود را بلند کنیم، برگشت نداشته باشد. از حرام پرهیز کنیم، از رشوت ستانی و از دروغ و غیبت پرهیز کنیم تا که الله جل جلاله بر ما و شما رحم بنماید. الله میگوید اگر بنده من یک حجب به من نزدیک می شود، من 1 متر به آن نزدیک می شوم. الله به این عظمت بزرگی، اللهی که خالق تمام کون و مکان هست، آن عظمت بزرگی را دارد، به طرف بنده خود می آید. اگر بنده 1 حجب به طرف آن می رود، آن 1 متر پیش می آید به مانند دوستی خود را برقرار می کند. کوشش کنید که ما و شما هم به طرف الله جل جلاله رجوع بنماییم و الله جل جلاله حافظ ناصر ما و شما باشد. کوشش کنید برادران عزیز، از من توصیه بر شما برادران عزیز همینه که خود ما بنده حق را اول خداوند جل جلاله هدایت کند و بعد تمام مسلمانان را هدایت و برای اسلام بخواند و الله جل جلاله ما و شما را توفیق این چند کلامی که من گفتم به ثواب این ما و شما را همه انشاءالله شریک میگرداند و شریک بسازد.